واقعا فکر کردید با این آتش‌بس همه چی تموم میشه؟ آتش‌بس از نظر من یعنی اینکه مردم کشورم وقتی که میان تو خیابون اعتراض میکنن کسی زندانیشون نکنه. آتش‌بس یعنی اینکه زندان‌های ایران خالی از زندانیای سیاسی باشه. آتش‌بس یعنی اینکه هر دفعه که عزوم میدن به فکر این نباشیم که یه جوون رو دارن اعدام میکنن. آتش‌بس یعنی اینکه سوپرمارکت تبدیل نشه به موزه واسه یک سری خانواده‌ای که تنها کاری که میتونن اون تو بکنن اینه که قفسه ها رو نگاه بکنن. آتش‌بس وقتیه که داشتن شناسنامه و خوردن یه وعده برنج واسه مردم سیستان آرزو نباشه. آتش‌بس وقتیه که به کولبری به چشم شغل نگاه نکنن. آتش‌بس وقتیه که انتقام خون بچه‌هامون که تو 18 و 19 دی ماه توسط این جمهوری اسلامی قتل عام شدن رو بگیریم. آتش‌بس یعنی اینکه ارتشی واسه مردم ایران بجنگه، واسه خاک ایران بجنگه، نه اینکه همه هم و غمشو بذاره واسه اینکه بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کنه. آتش‌بس یعنی اینکه پولی که از زیرساختای کشور اون در میاد بیاد تو سر سفره مردم، نه اینکه بره تو جیب لبنانی و غزه‌ای، نه اینکه بشه هزینه واسه اینکه هشت شعبی و افغان و عراقی رو بردارن بیارن واسه اینکه مردم کشورمون سرکوب کنن. آتش‌بس یعنی روزی که مردم کشورهای اطراف به عنوان توریست وارد کشورمون بشن، نه به عنوان مزدور. و آتش‌بس نهایی روزیه که شاه ایران به خاک ایران برگرده. ما تا روزی که شاه برگرده به خاک ایران پشت شاه و پشت مردم ایران هستیم. همونجوری که مردم داخل ایران 18 و 19 دی ماه ثابت کردن که دلشون با ماه، ما هم تا اون روز وای میسیم و میجنگیم. و یادتون نره آتش‌بس با توافق خیلی فرق داره.